خوب دست‌ها با میدان میآیند و اکنون ما باید کم مدت کنیم به اینکه هیئت باشگوی روشن برای ما شما پیشنهاد کرده می شود زیر روبری در لیگ اولی مملکت و علاوه از خبرهای اخیری که در لیگ اولی بود، البته که از اون خبرهایی که بعضی از مربیان از وظیفه‌های خود رفتن، بعضی از نفران دیگر که رستم یتیموف به خاطر که دیگر رستم یتیموف در تیم استقلال نیست. توجه میکنیم اینجا از مرکز میدان بازی را شروع کردن بازیگران تیم روشن و هجوم میگذارد دسته روشن و محمد جان رحیموف در داخل جریمه‌گاه با توپ قرار دارد. پس این حالت رو برطرف میکنند نیمی حمایتگری دسته استقلال. جلیلوف پارتوبیو لسینگ الکی از بین دو نفر میگذارد ضربه و دروازه‌بان دوستان ارجمند گریتسنکا یفگنی سوپر جام رو با شهری کلوب برده بود. حالا پرتاب میشود به جریمه‌گاه استقلال. فرصت هست برای دوم بخشیدن حمله حتی برای زدن ضربه و بازیگر روشن دعوا دارد که توپ به دست فوتبالباز استقلال رسید، اما نه داور اجازه میدهد که در گرفتن توپ این دفعه هجوم روشن میتواند خوفناک‌تر باشد. جورابویف رو فریب داد پرتاب به جریمه‌گاه و کس بود و اکنون محمد جان رحیموف با سرعت بلند حمله نوبتی دست روشن رو آغاز میکند. پس به داخل جریمه‌گاه فرصت برای روشن ضربه و دفاعگر توپ رو از میدان بیرون کرد. موافقان هم در ورزشگاه مرکزی شهری کلوب روشن میشوند. اعتراضای پوچو خولی وقتی با جریمه‌گاه روشن ضربه موریلو و توپ در دست دروازه‌بان یفگنی رحیموف. پرتابیو از کنج میدان خوب در جریمه‌گاه استقلال ادامه می‌یابد. ضربه جانبی دروازه و سخت گذاشتند دفاعگران استقلال و این حالت رو برطرف. زودتر از استقلال بود ولی یگان تیم در نهایت با زدن گل دست نیافت. شیروانی محمدشایف مبارزه می‌برد تا آخر و توپ رو در میدان نگه می‌دارد و ضربه در اجرای شیروانی و توپ الکی در داخل دروازه دسته روشن است. در دقیقه سیوم قسم دوم امادوری کمالوف با زدن گل دست می‌یابد. قسم دوم اونها بعد اولین کوشششان با زدن گل دست می‌یابند. ببینیم که شیروانی محمدشایف چگونه تا آخر مبارزه می‌برد و توپ رو در اختیار خود می‌گیرد. پاسیو از کنار اینجا الکی بلسینگ هم امکان داشت که به توپ برسد. استقلال کمالوف حرکت‌های او برای فریب دادن بازیگر رقیب پرتاب میکند. کمالوف به داخل جریمه‌گاه ضربه با سر زده نمیشود در این وضعیت از جانب احسان وگرنه ضربه جانبی دروازه استقلال و خیلی حالت خوفناک، اما توپ از پهلوی دروازه موریدین حسنوف میگذارد. محمد جان رحیموف ضربه نوبتی و جانبی دروازه اما باز هم بلندتر بود. از کنار امکان است برای پرتاب کردن به داخل جریمه‌گاه. پرتاب نوبتی ضربه با سر و عزیزبک سلطانوف رو به جای بازیگر شماره 50 محمد جان میرحمدوف و بازی آورده شد. خود برانکنی نوبتی نزدیک به جریمه‌گاه دسته روشن و محمد جان رحیموف و این الکی کارت سرخ است چون که او قبلا یک کارت زرد دیگر داشت و داور برای این رو جزا داد. بله او منوچهر جلیلوف را از پای افتاند در رفت حمله. بعداً مقابل رستم سویروف هم خود میگیرد در این حالت و حالا هجوم جوابی دسته روشن را میبینیم. الکی دقیقه 7 ایلوه کرده هم قریب که به پایان میرسد. بازیگر روشن در جریمه‌گاه با توپ قرار دارد. آیا اینجا پنالتی نیست؟ داور چی را اشاره میکند؟ صدای هشتک خود را بلند مینماید و روشن امکان دارد که حساب را برابر کند. اکنون دوستان ارجمند در لحظه های اخیر چی فرصت به میان آمد، مخلصان شادی کرده ایستادند. الکی و کارت سرخ به بازیگر دسته استقلال پنالتی تعیین کرده می شود. در اون همچنین ناتالیا ساتنیکوو هستند که بازی بیرون شده بود. اون حالت را داور به نوبت بگیرد، اما داور آنجا اجازه داد که بازی ادامه بیابد و خلاصه میآید که همان خلاصه اول برآورده‌اش درست‌تر است و ضربه جریمه‌وی آمادگی او
зарба ҷониби дарвоза ва баланд ва бо ҳамин садои хуштаки довар баланд мешавад. дӯстони арҷманд, бозии марказии даври 11-уми Лигаи олии мамлакат байни дастаҳои Равшани Куллоб ва Истиқлоли Душанбе бо ҳисоби 0-1 ба поён мерасад. ва